الله أكبر. الله أكبر. تکبیرة الاحرام اولین رکن نماز است و محل و جایگاه تکبیرة الاحرام در حالت قیام است. قیام یعنی در حالتی که نمازگزار به صورت کامل و صاف ایستاده باشد. اگر نمازگزاری در حالتی که خمیده است، کاملا بلند نشده و راست نایستاده تکبیر بگوید، یا حتی اگر یک حرفی از حروف الله اکبر را در حالتی گفته باشد که راست نایستاده، نمازش منعقد نشده و این تکبیر تحریمه معتبر نیست. امام نووی رحمت الله علیه در کتاب المجموع و همچنین ابن قدامه در المغنی به این مطلب تصریح کردند که حتی اگر نمازگزار یک حرفش از تکبیر در حالت غیر قیام باشد، در حالتی باشد که راست نایستاده بلکه خمیده هست، هنوز راست نشده، این تکبیر تحریمه به اتفاق معتبر نیست. امام نووی میگوید که بدون هیچ گونه خلافی این تکبیر تحریمه برای نماز فرض معتبر نیست. یعنی بالاتفاق نماز فرض چنین شخصی منعقد نشده. اما این که آیا همین نمازی که در حالت نیمه خمیده و قبل از قیام تکبیر گفته، آیا به عنوان نماز نفل از او قبول می شود یا خیر، در این زمینه اختلاف هست. اما در این زمینه که به عنوان نماز فرض این نمازش دیگه اعتباری ندارد و قبول نیست، همه اتفاق نظر دارند. و همچنین کسانی که احیانا شما دیدید که وقتی که برای نماز جماعت می آیند و امام نزدیک است که به رکوع می رود، از دور وقتی که می آیند دوان دوان در حالتی که خمیده هستند و در حالت رکوع می روند، اینجا میگن الله اکبر. اینها هم نمازشون منعقد نشده. تکبیر تحریمه حتما باید در حالت قیام کامل، در حالتی که شما راست ایستادید باید تکبیر را بگویید. در غیر این صورت نماز شما به عنوان نماز فرض منعقد نشده و نمازتان را حتما باید اعاده بکنید.